بچه‌ها سلام، امیدوارم خوب باشید. خوش اومدید به یک اپیزود دیگه با ما. امروز مامانپوری مهمون ماه، میخواد برامون سیرقلیه درست کنه، یکی از غذاهای خیلی خیلی خوشمزه شمالی. راستش منم خیلی این غذا رو دوست دارم. یکی از غذاهای فصلی گیلان محسوب میشه و بیشتر برای نیم سال دوم پاییز و زمستونه که در واقع فصلیه که برگ سیر فراوون پیدا میشه. یعنی سیرها رو همه کاشتن، الان کم کم شروع میکنه به جوانه زدن و برگ سیر در آوردن و در گیلان از این مرحله ما میافتیم به جونش و از برگاش شروع میکنیم، برگاش رو میچینیم، باش غذاهای بسیار متنوع خوشمزه‌ای داریم تا بهار که خود سیرها به وجود بیاد، اون غده های سیر به وجود بیاد. سیرقلیه یکی از اون غذاهاییه که همونطور که گفتم با برگ سیر درست میشه و خیلی خوشمزه است. خلاصه توضیحات بیشترشو بذاریم مامانپوری خودش که اومد بهمون بده. کجاست؟ تو حیاته، داره میاد. پوری خانم سلام. سلام علیکم. حال شما خوبی؟ سر صدای از شما نیست، چقدر خلوت و سکون. ما شروع کردیم. جدی؟ تا شما بیا. نه توضیح ندم هیچ. توضیح ندی یا؟ نه. امروز روز منه. چه گوشواره‌های خوشگلی. گیلاس ده. آلبالوی گیلاسه. الان فصل تو بس ولی خب دیتا بودم که یادی از حواس بکنیم. خلاصه الان ایت اوسنیم خوریم. چه خبر؟ گیلاس. نگفتی؟ اسم غذا رو گفتم، توضیح ندادم. گفتی؟ غذای اصیل گیلانی، خوشمزه، توضیحاتی داری؟ توضیحاتش که خیلی خاصیت داره. از هر نظر سبزیجات توشه، خروس یا چیز محلی مثل با اردک هم درست کنین، ولی ما امروز 2 تا دونه خروس شاخ شمشاد گرفتیم محلی خوب. با این غذا ما نمیخواستیم از این کارا بکنیم، خواستیم با مرغ ساده درست کنیم. چی شد ماجرا؟ چی شد؟ رفتیم 2 تایی بازار، چیمی چشم روز بد میدن. یه پلاستیک خروس داشت. تو رو خدا بیا اینا رو ببری. آقا نمیخوایم، فریزر داریم، مرغ داریم، چیز داریم، خروس داریم. تو رو خدا هی برادرتم، هی خواهرتم، هی منت و فلان. خدا خب 2 تا بذار. نه به خدا خیلی خوبه، تخفیف میدم. من کجا بودم؟ تو مغازه میفروشی. اینم مزدور من نگاه میکنم چی بکنم، این آقا میگه 4 تا ببر، میگم 2 تا میگم 4 تا. خلاصه زور چپون 4 تا انداخت تو پلاستیک. حالا 3 تا اون برداشت، اینم ببر. این آقا نمیخوام. من رفتم دیدم که پوری داره دستی 7 تا خروس میگیره. خلاصه دیگه چند تا گرفتین؟ ایشون اومد جیب کیسه رو شل کرد، 4 تا دونه خریدیم دیگه. خب ما کارمون از کجا شروع میشه؟ خروسمون رو میشوریم قشنگ. خب بعد بهش ذره ادویه‌جات میزنیم، سرخ میکنی؟ آره یه تفت کوچولو میدم. خورد کنی؟ آره اونجوری درست خوب نیست. خورد میکنیم، حالا یه 2 شقه هم باشه خوبه باز، یا راناشو جدا کنیم. باش. بعد میذاریم بپزه، بعد میشینیم پای چی؟ برگ سیر. البته لپه رو بعضیا میریزن، بعضیا نمیریزن. حالا به نظرت امروز بریزیم. اصلا این غذا بگو لپه داره. یه توضیح بده. لپه داره، همون مرغ یا خروس حالا یا اردک اینا میذاریم. بعد تخم مرغ داره، برگ سیر تازه داره. عجیب نیست هم مرغ داره هم تخم مرغ؟ نه چه عجیبی.
این چی عجیبه؟ مثلا باقلا قاتق چون مرغ نداره تخم مرغ داره. میرزا قاسمی چون مرغ. این دیگه نوع غذاش همین جوریه. ما از بچگی اینجوری درست کردن. داره داره ولی داشتنشو داره. آره عجیبیش چه ذره مثلا مرغ تخم مرغ چون که دو تا مثلا خاصیت پروتئین داره. غیر بومیا کسایی که بومی گیلان نیستن براشون مثلا به ذائقه‌شون آشنا نیست تخم مرغ در خورش چه ذره مسئله دارن. حالا دیگه مرغ هم باشه تخم مرغ باشه ولی خوشمزه است. باور کنید خوشمزه است. آره خوشمزه. امتحان کنید خوشتون میاد. لذیذ است. و این غذا گفتی که با برنج کته اگه دوست داشتید در کنار غذا ترب شمالی ترب اوشی سیر ترشی بذاری کنارش. سیر تازه داریم. خودش برگ سیره باشه ولی سیر ماهی دودی داریم. دودی هم خوبه کنارش بذاریم. اینا دیگه چاشنیای دور و بر غذاست که غذا رو دو برابر میکنه، با لذت بیشتری میخوریم. به من بگو که این غذا بعضیا درش لپه میریزن بعضیا نمیریزن. من میتونم برات نگاه کنم ببینم کتابا چی میگن. ولی میریزن. معمولا میریزن. تو میریزی؟ نه بعضیا دوست ندارن از لپه خوششون نمیاد نمیریزن. خیلی بریم شروع کنیم. بریم اما سبزیجات. لنگن جدا بکن. واسه پودر بیابیم بهتر بود. همش گولی همون داره بیرون. پیچشو صفر کن. کدومو؟ بالا رو بچرخون. صفتم بکنی آخره. خب آب مرغ رو بریزیم که مرغ با آب بپزه. پیاز انداختیم توش، ادویه زدیم، 3-4 قاشق بس. خورشت با پاک کنم لپه رو؟ آره سیر قلیه. باید نگاه کنیم شغل داریم. قلیه ماهی هم درست میکنن. قلیه آره برام چیزی که جالب بود این بودش که این قلیه هم در جنوب هم در شمال و ده خدا لغتنامه ده خدا میگه که در واقع قلیه از کشف و منتخب بحرالجواهر جین قلایا چی عربی اما قاطی خورشتی است که در آن گوشت هست و اقسامی دارد مثل قلیه اسفناج و قلیه آلوچه. قطعه های از گوشت که سرخ کنند با پیاز و برخی سبزیجات، طعامی است از گوشت، پیاز و کدو یا اسفناج یا بادنجان. چی نفهمم از حلق چون گذشت شود یکسان با نان خوش قلیه هارونی. راست میگه. خب من 4-5 تا قاشق لپه رو شستم، بخوام بریزم تو خورشم. حالا تو میخوای نگاه بکنی یا نکنی، من دیگه ریختم چون باید باشه. یه سری دوست دارم، منم دوست دارم بخوام بریزم. منم امیل لپه. خب اجازه بده منم برات میخونم. هم بخون تو بخون. منم میل لپه. چقدر ریختی؟ 5 قاشق. 5 قاشق. بله. خورشت سیرقلیه را در گیلان با مرغ یا مرغابی یا قرقاول تهیه میکنند. در این خورش برگ سیر تازه مصرف می شود. بوته سیر را در شمال می کارند. وقتی که سبز شد برگ‌های سبز آن را بریده و به بازار آورده. از آن برای سیرقلیه سیرواویج استفاده می کنند، مخصوصا در فصل بهار
برگ سیر هم تازه و هم خوش عطر است. خب بهار، پاییز هم هست. پاییز هم هست. ما باقالی هم مثلا هم بهار میاد هم پاییز میاد. الان زوده؟ در 2 فصل میاد. پاش باقالی. پاش باقالی دیگه هم الان هست که امروز خریدیم. آره، هم که بهار که تازه میاد. خب ایشون میگن که مرغابی یا مرغ 1 عدد، خب برگ سیر 1 کیلو یا 6 دسته. 6 دسته. تخم مرغ 2 عدد، لپه 2 قاشق غذاخوری. تخم مرغ چقدر کم گفته؟ 2 عدد دیگه. بیشتر میریزن. بسته بابا. آب نارنج یا آب قوره در صورت تمایل به اندازه کافی. ما یه ذره آب نارنج تازه بریزیم. آره من چون هیچ وقت ترشی توش نمیریزم، ولی حالا گفته به احترام این کتاب امروز نه بابا بریزیم. میریزیم نارنج. ولی دارچین نه. نارنج نه دارچین خوب نیست. مرغابی یا مرغ را تمیز شسته با لپه شسته شده و چند لیوان آب میگذاریم نیم پس شود. سپس برگ سیر را میشوییم و بعد از آن که آبش کاملا گرفته شد با کارد آن را یه اندازه ریز خرد میکنیم. بعضی اول خرد نه من اول خرد میکنم، اینجوری راحت تره. اگه توش چون ولو نباید بشه، یه جوجویی باشه اون لاله بشه چی؟ باز میکنم میبینم. آها الان دستر اینجا باز ما میبینم، بعد دوباره اینجا گلوله میکنم. این خوبه. بعد به مرغ اضافه میکنیم، میذاریم آهسته بجوشه. بعد اینکه سرخش کردیم وقتی مرغ کاملا پخته شد و خورش جا افتاد ترشی را ترشی را میریزیم. تخم مرغ را در ظرفی شکسته با چنگال هم میزنیم و میریزیم تو خورش. اونجوری خوب نه نیست. من دور سیر میریزم. آفرین. آره اینجوری دیگه خیلی بوی ذوق میدم میریم تو. بعد آخرش هم گفتن معمولا این خورش بدون ترشی تهیه میشود. اینجا باش توافق داری؟ بله. یه سینی بیارم، اینو میذارم این گوشه. این مال شما. الان چند بسته است؟ 6 بسته است. بسته های ما هم که همچین بسته نیست. 2 4 6 8 9 تا. ولی بسته هاش کوچیکه. خب چه خبر پوری خانم؟ چی کارا میکنی؟ این هفته چی کارا کردی؟ کار دوندگی بودو و دو. چی بگم طرف؟ کار جالب نکردی این هفته؟ رژیمت رو رعایت میکنی؟ بله. یا فراموش کردی؟ البته یکی دو جا مهمونی رفتم. خب یه ذره ناپرهیزی کردم این هفته. بعد وقتی برگشتی خونه جبران کردی یا نه؟ دیگه وقت نشد اومدم اینجا. وقت جبران دنه بود. آره. تو مهمونی ذره شیرینی خوردم. یه ذره یعنی چقدر؟ متنوع بود. تو هم از هر کدوم خواستی بچشی؟ خواستم بچشم. شبیه بچه‌ها. خاطر همون هی چایی خوردم. هی شیرینی خوردم. خدا آخه بابا باقلوا نمیدونی چقدر مزه داره که. یعنی چی پوری باقلوا خیلی شیرینه. خدا. تو رعایت شهد نداشت، اصلا شهد نداشت. باش شیرین نبود؟ شیرین بود مثل عسل. مثل عسل. رعایت نمی‌کنی. چی بکنم آخه عشق ده، چی بکنم عشق. هر کسی به یه چیزی عشق داره، منم عشق به شیرینی دارم. مثل یه اعتیاد میمونه. خب دیگه همین. ازم سلامتی جان. سلامتی. آره. دیگه چی کار خاصی نبود، میمانی بوشم. میمانی من باید اینو توی تخته درست کنم. تخته بزرگ، تخته کوچیک. همین اندازه این باشه خوبه. داری؟ پشتش صافه. زیرش بذاری، زیرش بذار بعدم سینیتو بده کنار. خب بعد تو مهمونی راجع چیا صحبت میشد؟ خانوما هر کدوم یه چیزی میگفتن. یکی شعر میگفت، یکی میخون، یکی از رو گوشی بیتایی میخوند. یه سری موزیک گذاشتن شروع کردن خلاصه به حرکات موزون. خلاصه چی؟ آفرین. آره. همه تو سن ماها ماشاءالله چه سر حال و شاداب. آفرین. آدم خوشش میاد از اینا. خودت هم مشارکت؟ نه من حرکات ناموزون نکردم. چرا؟ جدی علی خلاصه نگاه کردیم. ما در دور جمع بودیم دست میزدیم. دست میزد. تو حرکات موزونت بد نبود. حرکات موزون فقط برای عروسی هست. حرکات موزونت بد نبود. یادته؟ آره خودت جوونیان بود. مجلس گرم کنی بودی. الان دیگه حال و حوصله نداره. حال و حوصله میخواد نگه. یکی بود فقط شعرهای شمالی میخوند. یکی هم از رو نوشته خودش یه گفته هایی مینوشت. مثلا نویسندگی چجوریه؟ آفرین. بیان میکرد. بعد حالا
بنده خدا خیلی هم چیز بود، شکست نفسی میکرد. میدونی تعارف چقدر تو فرهنگ ما پررنگه. آره. در عمق وجودش فکر نمیکنش چیزه که. نه خیلی قشنگ گفت. تو با این میونت با این تعارف چه اون میرزی دور؟ نه. اولیشو؟ نه بابا نه چی نیست. چرا بریزم دور؟ برای چی؟ برای تمیزی. نه تمیز یعنی میره تو آب شسته میشه قشنگ. البته نشسته یه ذره برام. پاشه مسلط ترم. تو آدم تعارفی هستی؟ آره تعارف همیشه هست، با تو ایرانی ها اینجور تعارف ها زیاده. آره انقدر دیگه عادی شده دیگه. الان مطمئنی وقتی یکی بهت میگه که قابل نداره منظورش این نیست که پولشو نمیخواد بدی. نه تعارفه. یعنی اگه تو بگی خیلی ممنون و بری صدات میکنه. نه یه وقتی دیدین یه بار یکی یه تعارف کرد اون طرفم بدون شوخی برداشت برد. میگن تعارف اومد نیومد. آره این همینه دیگه، اومد نیومد. مگه داریم کسی این کار بکنه؟ آره والا هست. همسایه‌ها هم دیگر رو میبینن بعد میگن بفرمایید نهار سر ظهره. اون دیگه هر کی تعارف کنه نمیره آدم فوری که با یه تعارف. مطمئنی که اون واقعی داره نمیگه؟ نه نمیخواد بگه. من خودم یه وقت میرم راهپله دارم میرم بالا. خب مثلا همسایه فرض کن تو سلام علیکم میگم بفرمایید توی چایی چیزی میل کنی، ولی اصلا نه خونت آماده نه خونم ریخته پاشه مثلا. بخاطر تو مطمئن اون قبول نمیکنه. حالا یه نفر عباسط قبول بکنه دیگه منم چی کنم؟ بودو دوبار وسیله ها ماجرا میگم ببخشید خونم میذاره در هم ور همه. تا حالا پیش اومده تو بگی مثلا بفرمایید نهار یا بفرمایید بالا کسی نهار پار نه، ولی همینجوری تعارف بعد از ظهری بوده پیش اومده یه وقت. میخوام ببینم این تعارفا دست و پاگیر نیست. چی بکنیم؟ رسم و رسوم ایرانیاست دیگه. خوبه؟ بد نیست، خوبه. نشون میده که صمیمی مثلا با اون طرف دیگه یه حالتی. به نظرم والا خوبه، تعارف خوبه. میگن خانم خیلی مهربونه، خیلی. من همسایه‌مون جدید اومده گفت خیلی رام دور میشه برم یه چیزی غروب نونی چیزی بخرم برای بچه‌م و اینا. من بهش اینجوری تعارف کردم، گفتم که نگران نباش اومدی اینجا هر وقت من رفتم نونوایی برای تو هم نون میخرم. من خوشش اومد، گفت وای خیلی ممنون زحمت میشه برای شما. تو تعارف کردی یا واقعا؟ نه واقعی گفتم. این که تعارف نیست. چی پس؟ این حسن نیت تو رو نشون میده. تو واقعا میخری، نگفتی الکی بهش نگفتی. نه نگفتم الکی نگفتم. گفتم گناه داره. بچه کوچیک داره، سخته براش با اون بره. تو نون رو بخری براشون و ایشون بخواد پولو بهت بده و تو بگی قابل نداره مرسی والا یه بارم اگه نگیری ممکنه گوشه ذهنت بمونه بگی من تعارف کردم برای 2 تا نون زشت بود پول بگیرم. دفعه بعد همون آدم معذب میشه از تو، بخواد میگه از من پول نمیگیره، درخواست نمیکنه بعدن. تو هم پولشو نگرفتی چون با خودت میگی 2 تا نون چیه ایرادی نداره. خب این بدیه تعارف نیست؟ ولی تو اگه هر سری مثلا پولش دیگه اگه بخوای کسی که مرتب براش این کارو بکنی حالا شاید 2 تا نون پولش ارزشه، ولی همیشه بخوای بکنی نه. خب روت میشه بگیری؟ چرا نمیگیرم؟ میگیرم بله. اون سوال میکنه منم میگم اینقدر شد. اگه سوال نکنه تعارف نمیکنی؟ رو درواسی نگی؟ من نه دیگه نمیگم. بگه عزیزم من چون هر هفته میخوام بگیرم. دیگه ببین اون آدم چقدر باید به قول معروف از رد خارج باشه. نه دیگه چرا از رد خارج؟ اون ممکنه با خودش بگه که یه موقع برای 2 تا پول نون دادن بهشون بی احترامی نکرده باشن، بهشون بر بخوره. بگه نمیفهمه خانم یه بار تعارف کرد، یه بار دوم که نمیکنه، بار سوم که نمیکنه. خب پیچیدگی‌های تعارف دیگه. موضوع این بودش که گاهی این تعارف آدمو گیج میکنه. تو ممکنه که ته دلت نیتت یه چیز دیگه ای باشه خب ولی با خودت فکر کنی که زشته نگم. مثلا میدونی همین نونو که مثال زدی من گاهی پیش اومده مثلا یه کسی یه لطفی به من کرده، من با خودم فکر کردم که اگر من بخوام پولشو بهش بدم بهشون بر نخوره. چون مثلا وقتی بهش میگم زشته خجالت بکش چه حرفیه، میگم نه بابا چه خجالتی. اون برای یک باره این چه خجالتی. نه اون کسی که این کار رو میکنه یک بار برات این کار انجام میده، ولی اگه بخوای بار دوم و سوم تکرار بشه باید تو حتما حساب کنی. حالا همون یک بار که این کار رو میکنه ما یه چیز دیگه هم تو فرهنگمون داریم، اون باید گوشه ذهنش باشه که اینو یه جای جبران کنه. اون یه بارو همون یه بارو مثلا تو بهش نون دادی اون 2 روز دیگه یا غذا به یکی میدی به همسایت ظرف خالی رو پس نمیدیم. آره اینم هست راست میگم.
حالا ما همیشه مثلا یکی یه چیزی به کاسه به ما میده، بخوایم کاسهش رو پس بدیم یه چیزی میریزیم تو کاسهش بهش میدیم. شکلاتی، یه چیزی که والا شیرینی، یه چیزی، هر چیزی که کاسه رو پر کنه. آره شکلاتی راستش بخواید من یه باری یه همسایه‌ام به من یه چیزی داده بود. بعد خواستم ظرفش رو پس بدم. من یاد گرفتم که منم راستش درگیرش هستم، یعنی با خودم فکر کردم که خب دیگه زشت. مثلا همین پوری خانم به ما یاد داده. کاسه خالی بر نمیگرد، ظرف خالی. نگاه کردم دیدم خدای آخه چی بریزم، اینقدر یک روز ذهنم درگیر شد. می‌خواستم ظرفشون رو پس بدم، نمیدونستم چی توش بریزم. مثلا بعضی آش درست میکنن، برم برای من نخواستم که اون داده، برم براش یک ساعت آش درست کنم که بخوام پس بدم. والا میگن کاسهشو نگار میدارن تا یه روزی یه فرصتی که یه چیزی درست کنه. گاهی اینم پیش اومده. آره. من یه موقعی پیش اومده ظرف کسی 2 هفته پیشم مونده، فکر میگه دیگه چی فقط برای اینکه چیز مناسبی که باش پس بدم نداشتم. حالا اون روز میخواستم ظرفشون رو پس بدم، نگاه کردم خدا این ور اون ور آخر ظرف بگو چی ریختم توش؟ سنجد ریختم پر کردم. رو نگو سنجد برای استخون خیلی خوبه، ولی انقدر سختم اون سنجد من بخورم نمیدونم چه سختمه. از سنجد سخت‌تر این تعارفاته. این بخشاش خیلی سخته. خلاصه چی؟ تعارف اومد نیومد داره. این ضرب المثل یعنی این که تو تعارف کردی، اگه من قبول کردم میخواستی تعارف نکنی. چه تعارف کردی؟ آره. خدا یه تبدیل به تله شده. تله یا تنش؟ تله. آها. عطری بلند شده. به عجب عطر سیری. این روزا فیلم جدید چی دیدی؟ فیلم جدید خارجی؟ یعنی خارجی ایرانی؟ پیرپسر. خوشت اومد؟ نه زیاد جالب نبود. خوشت اومد؟ نه کشن ندارم پول فده انقدر. والله مگه چی بگم، من که این فیلم اگه بخواستی پخش کنم ما خودم اگه مسئولش باشیم پخش نکنیم اصلا. وای پوری چرا خیلی سلیقه‌ای برخورد میکنی؟ یعنی اگه احتمال اینو بدی این فیلمو یکی دیگه خوشش بیاد، خدا نکنه تو این مقام منزلتی بدونم دیگه، یکی دیگه اگه خوشش بیاد چی؟ دیگه اون سلیقه‌ایه. خب تو که میگی از اول نمیذاشتم پخش بشه. خب این سلیقه منه، شاید یکی دیگه خوشش اومد نمیدونم. خب ولی نمیذاشتی اونا ببینن که اما اول گفتی پخش نشه. خب اگه پخش شه دیگه که خوشش نمیومد دیگه. فیلم خارجی چی؟ شاید اسمم من یاد نمونه. داستانو بگو من اسمشو میگم. داستانم من یادش الان تا یه روز یادم میمونه، بعد دوباره چند وقت دیگه ببینم دوباره یادم میاد. خب یعنی اون فیلمو اگه تو حافظم بدم متوجه نمیشی. آره. دیدی؟ اگه ببینم آره دیگه دوباره باید ببینمش. اونجوریه چون که خیلی نرم، شاید به خاطر اینکه زیادی میبینم. تو مگه روزی 100 تا فیلم نمیبینی؟ فیلمای متنوع میبینم یادم میره، ایرانی خارجی داستاناش رو قاطی میکنم. هر روز داری فیلم میبینی؟ اکثرا شبا بیکار باشم میشینم میبینم. آره بیکار باشم. هم احساسی دوست دارم هم جنگی. رمانتیک زیاد مرا خوش نه. ولی احساسی منظورت چیه؟ دراماتیک؟ دراما دوست داری؟ داستانش مثلا یه ذره بار احساسی داشته باشه. بعد بینشنم گریه بکنم. آها. از اون ور یهو دل خنکه بی. جنگی. بعد از اون جنگی. یعنی بکش بکش؟ دیگه. ترسناک چی؟ نه ترسناک دوست ندارم. دیگه دوست نداری. ژانر عوض کردی. کشتی کش چی؟ همه چی. نه کشتی کش دوست دارم. بعد چرا پیروز تلویزیون داشت میگه گفتی این جان سیناست؟ جان سینا رو میشناسم. آره گفتم چقدر لاغر شده، ضعیف شده. شناختی دیگه، یعنی کشتی کش میدیدی یه دوران؟ یه زمانی. جان سینا میگم، من چه میدونم، شاید سینا فامیلیش باشه. یه بچه برموری بود ترتمیز. البته من دیگه کشتی‌ها رو نگاه نمی‌کنم که ببینم هست یا نه، ولی به نظرم دیگه نمیره. چه بازی مسخره، چه چیز مسابقه بدی بود. آدم دلش کباب میشه. بعضی انقدر میزنن که نمایشیه. نه آقا میزنن. هیچ وقت دلت نخواست؟ نه بری شرکت کنی؟ ایشه این جان زیادی بگودم ماما ایت زرو مرا بزیف شای اون طرف طاقت کود خورده ندارم. چرا؟ ایت کشیده کافیم پوری چرا من
بخوری میزنی. دیدی نردبونو بلند میکنم و گردن اونو کله. تو از دور با کرد حاله میرفتی. من از دور چشامو میبستم نگاه نمیکردم. نردبونو پرت میکردی رو سر کلهشو. خیلی بیرحمن. این همش زیاده. ما سرخ میکنیم به اندازه خورشت میریزیم. هرچی خود سلام کنی. تمام بس سلام نامه تمام. کلا از اول همش میگفتی خبر خواهد باشه مسیر بشورم اول. خوشگله من که بوشه ای تو اخو کار. بولی سلام علیکم. خوشگلا پشت نرده ها هستین. تو دیگه نرم. بخوری. عاشق سبزیجات. دعوا نگیری. 2 روز تخم نمی کنن. اینقدر سبزیجات براشون میریزیم. بخورید. بشوریم. تو رو خود کنیم بعد بشوریم دیگه. همه رو نه ها؟ پوری اینا که کلش خوشمزه تره گوشینه اون برگاش خوردنیه. ببین نه؟ چی بکنم؟ تره تازه. خب جمالت برگاه اینا رو بخوریم. برگاه کله اونو. این تو رو به خانمه گفت مال کجا؟ خلخال گفت؟ یلاق در وضعیت کوهستانی. آره اونجا خب آب و هواش خوبه. آب و هواش که خوبه چیز میکنه. پس این از اینجا جدا کنم. تو معمولا ترو برگشو میخوری؟ بله. فقط اون تر و تازه ها رو. اونایی که خیلی ظریف و خوب باشه. چقدر خوبه که آدم خونش دور ریز نداره. آره. میتونی روی بالکنت یه کمپوست درست کنی؟ نه با کمپوست چیه؟ کمپوست کرمره بوجاشه بدم چیه تو؟ کرمپر همین سرکلش یه بوجا. پوری اون توی ظرفه بیرون نمیاد. اینکه همون تو میریزی رو همون تو میچرخن در باز نیست که من نبودم تپه کنی که. چند روز پیش رفتم تو بالکن دیدم یه مارمولک چاق چله روی پنجره بالکنم اینجا به طرف سالن. بعدا این بیا تو من سکته میکنم. پوری من سرخ کنم شروع کنم. شروع کن. خب مارمولک اومد تو چیه؟ وای اگه تو میمد که من دیگه از اونجا میمدم بیرون. بلد نیستی بگیری؟ با یک جارو هدایتش کن دوباره بیرون. در باز بذار چی میخواد بشه. بعد بپیچه بره طرف اتاق خواب. تو تا حالا دیدی مارمولک آدمو دنبال کنه؟ دیدی تا حالا؟ نه ماهیترم الان دارم میگم ماهیترم اون کسی رو تعقیب نمیکنه. اون از تو فرار میکنه. یه جارو بردار با جارو کشش کن از خونه بیرون. فوقش دیگه اگه اومد تو خونه. یعنی از مارمولک از موش بیشتر میترسی؟ آره. چرا موش در باز میکنه خلاص یه رای فرار میکنه میدوه میره. ولی این میره خودشو گوشه کنار قایم میکنه. سبزی این خورش چقدر باید سرخ شه؟ من که تقریبا سرخ میکنم. نه مثل قرمه سبزی. سیاه میکنی؟ سیاه نه یه ذره از این حالت تریج در بیام. مثلا اگه اونجوری که نه بگی خیلی بگی من کم سرخ میکنم. کم دیگه ولی نه اونقدر که مثلا حواسش بره. مگه کسایی هستن همینجوری سرخ نشده بریزن؟
نه ولی همینجوری یه تفت میدم میریزم، بعضی اینجوریه. چی میشه اونجوری؟ خورششون سبز نمیشه؟ خیلی دیگه آش میشه. آره شل میشه. چروب به نظرم تند باشه. آها تند خوبه نه؟ آره دیگه. بعضی چروبا اصلا انگار نه انگار اوشینه اونجوریه. زردچوبه بزنم؟ زدم یه بسته. به چی؟ به سیر یا نه؟ آره یه ذره سیر و نمک. چی میگم سیر و نمک؟ زردچوبه و نمک بزن. اینجا رو بخار برداشت. آره سیر همجوریه. هنوزم فکر کنی همشو نمیریزیم؟ چرا اینجوری شدیم؟ اون ترس دیگه آب شده. ترس کره نیست که. من اون دسته های بزرگ رو با این مقایسه میکنم. همش تو فکر دسته های بزرگ آب شد. حالا قراره کم هم بیاد فکر کنم. نه کم نمیاد. چی میخوری؟ کلوچه. یه ولی برو تو کوچه. چای بریزم؟ نه. تو قبلا به بهونه چای دوتا شیرینی میخوردی، الان دیگه الان کلوچه رو بخورم با چای معدم ترش میکنه. آها باید خالی بخورم. زود حالا کم کم داره. چی زدی بهش؟ چی بزن؟ روغن زدی؟ آره دیگه میبینی چربه. خب الان تخم مرغ رو بزن توش. شما بزن. صافش کن. شعله‌شو کم کنم. آره کمش کن. بذار بگه. باید با سیر کلا آغشته بشه تخم مرغش. مثل سیرواویج نیست؟ آره دیگه. من اونو زیاد هم نمیزنم. این دیگه آماده است. این الان آماده. ولی صبر میکنی که یه ذره مرغ یه ذره بپزه. آره نرم بشه. چیز بشه نرم بشه بعدن. اگه مرغ بود الان میریختم. چون خروس هنوز سفته. یه روز یه ماشین داشت میرفت، خب توش پر بار گلابی بود. بعد ماشین میفته توی دست انداز. خب چی میشه؟ یه گلابی پرت میشه بیرون. بعد یه گلابی های توی جعبه میگن گلابی گلابی. بعد اون گلابی که افتاده بود رو زمین از دور میگه گلابیا گلابیا. این میگه گلابی و میگه گلابیا. یعنی چی؟ گلابیا. بعد ماشین همینجوری داره دور میشه، بعدا دوباره اونا میگن گلابی گلابی. بعد اون گلابیه دوباره میگه گلابیا خیلی بیمزه. ببین این جوک الان میگی بیمزه است، بذار تو سرت بمونه. یه هفته با خود دوره کن، هفته دیگه بامزه میشه. بچه آخه نگاه کنید الان فصلش هم دیگه هست دیگه، وقتی هست فصلشه دیگه. چیز؟ قدیم نبود این موقع ها، اصلا سیر پیدا نمیشد این موقع زمستون. تا چند وقت پیش، چند سال پیش این موقع سیر پیدا نمیشد. اینو باید چیکار کرد؟ باید شست. شست که بله، کشتیم با این پاکیزگی. خب این از این. خب من الان آبو بریزم داخل. بریز آب مرغ بریز. میخوایم بریز. لپا رو شما هدایت بفرمون. پول خانم داره دیگ به دیگ میکنه. آره به خاطر اینکه اون دیگ یه ذره جاش کوچیک بود. الان خوبه؟ آره الان لذت بخشه؟ آره الان خوبه.
حالا درشو بذارین تا جا بیفته. آماده؟ بله بله. روغنش بستید. خاموش. خب بفرمایید. ببینم چی شده. ما دودی زیاد نخور بابا جون. چرا؟ خوب نیست برای تو شوره. فقط این شوریش از مای شور کمتره. دودی؟ چرا اینم شوره؟ نه نگاه کن دودیش شوریش از اون کمتره. ببینیم چی شده. ببینم. من دید مرا گرسنه واسه تعارف معرف نکنم ایش کسه. ببخش شما بفرمایید. شما او طرف دی زیاد وقت نگیره برای تعارف اومد نیمت داره البته. آره امروز حالا چیز کردیم. خیلی خوشمزه است. واقعا خوشمزه است خورشش. نوشه جان. تو این فصل برگ سیر تازه که میاد خیلی مزه داره. این خورش تازه آدم درست کنه بخوره. تا فریزری. دست شما در نکنه پول خانم، خیلی خوشمزه بود. امیدوارم از این غذای من. چرا؟ اندازه 2 روز خورش دارم. مراقب خودتون باشین. دستتون در نکنه. درست کنین. کیفش رو ببرین. امیدوارم که به خوشتون بیاد از طعمش. به نظر من که خیلی غذای خوشمزه‌ایه. یعنی از هر گیلانی بپرسین گواه میده که غذای خوشمزه‌ایه و خیلی دوستش دارن. آره فکر کنم جزء مثلا 5 تای برتر به احتمال زیاد. یا دیگه تو 10 تا حتما هست. خب خداحافظ. ماچ بهتون، مراقب خودتون باشین. تا هفته آینده میبینیمتون. بخور بابا. تو بخور سیشی. الان 2 قاشق خوردم. خداحافظ. میشی؟